خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من زرانگیزی نوروزشاه با همکارانم از دوشنبه و پراگ منظوری شما میکنیم. سلام بینندگان گرامی، امروز 6 ایون است و ما در برنامه این گزارش ها را داریم. پدری نورسی گم شده از ناحیه واسه میگوید بعد نشر گزارش آزادی فرزندش از دوشنبه صحت و سلامت یافت شد. در جریان سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه مقامات تاجیکستان وضع و حقوق مهاجران را در میان گذاشتند. و مادر کلین سابق عائله را در لطوکوب دختری خردسالش گناهکار می‌داند. کلین عیبنامه را قبول ندارد. چی تهمت‌های دقیقه کردن در پروکراتوره دادن، در سود دادن، در کیم کی جا نوشتن، همه عریضه‌شون سنجیدن برآمدن. برنامه را با یک خوشخبر آغاز میکنیم. شهرام سعدی نورسی گم شده از ناحیه واسه را والدان در دوشنبه پیدا کردند. چند روز پیش رادیوی آزادی از ناپدید شدن این نورسی 15 ساله خبر داده بود. سعدی کمالوف پدری شهرام که گفته بود پسرش از روز 18 می بی‌درک است، امروز در صحبت با آزادی گفت او را شب گذشته از یک نقطه شستشوی ماشین ها در دوشنبه پیدا کردند. با گفته این پدر صاحب یک ماشین عکس‌های شهرام را در گزارش رادیوی آزادی دیده او را شناخته است و به والدانش خبر داده است. تمام این روزهایی که والدان شهرام را جستجو می‌کردند او در نقطه ماشینشویی کار و شب را همانجا روز می‌کرده است. پدر میگوید وضع پسرش خوب است. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و جزئیات دیگر را در برنامه‌های آینده پیشنهادی شما می‌کنیم. و در دوشنبه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه روسیه برگزار شد. امامعلی رحمان در این دیدار با سرگئی لاوروف چند مسئله مربوط به همکاری‌های دوجانبه را ذکر نموده است. پیشتر صبح امروز لاوروف با همتای تاجیکش سیراج‌الدین مهریدین ملاقات داشت و در آن از وضع امروزه مهاجران تاجیک یادرس شد. از جریان سفر وزیر روس همکارانمان علیشیر ظریفی و برات یوسفی گزارش می‌دهند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دیدار با همتای روسش مسئله مناسبت به مهاجران تاجیک در روسیه را مهم دانسته است. سیراج‌الدین مهریدین گفت یک بخش ملاقات او با سرگئی لاوروف وابسته به مهاجران بود. در مسئله تنظیم روندهای مهاجرت جانب تاجیکستان اظهار داشت که در جریان سنجش‌های نقشوی و غیر نقشوی با مهاجران طبق قانون برخورد شده حقوق آزادی‌های بنیادی آنها پایمال نگردد. از طریق نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به جانب روسیه مراجعتنامه فرستاده خواست تا قانونی و درست بودن چنین مناسبت در برابر شهروندان ما را سنجند. وزیر کارهای خارجه افزود جانب تاجیکستان از روسیه خواست گروه‌های کاری نهادهای وابسته مهاجرت که سالهای اخیر تأسیس شده است فعال کرده شوند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه صحبت از مهاجران تاجیک را تصدیق و عفو 2 سال پیش را یادآور شد. ما در مورد مهاجران مهنتی طور همتای من گفت صحبت کردیم. ما همیشه این موضوع را به سمتی که پرزیدنت ها نشان می‌دهند بررسی می‌کنیم. تقریبا همیشه ما خواهش عفو کردن مهاجران را قبول میکنیم. عفو اخیر مهاجران 2 سال پیش بود. با فکرم 120,000 مهاجر عفو شد، نوبسته به آن که آنها قانون ویرانکنی‌های مأموری داشتند. لاوروف گفت کشورش من بعد هم با توجه زیاد به منفعت‌های تاجیکستان مناسبت و سؤال‌های پیش می‌آمده را قطعاً طبق قانونگذاری‌های روسیه بررسی می‌کند. اتفاقاً مسئله مهاجران امروز همچنین در دیدار وزیران امور داخلی دو کشور نیز بررسی شده است. هرچند برداشت حاصل می شود که بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه انگیزه اساسی این سفر و دیدارها شده است. تحلیلگران تاجیک آن را تلاش دیگرباره روسیه برای به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل کردن تاجیکستان می‌دانند. از این نگاه فشار به مهاجران تاجیک در روسیه نیز بخشی از این تلاش شمرده می شود. Well, there's several reasons that the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is probably in Tajikistan. I mean, the first one is that واضح است که حالا روسیه به متحدان احتیاج دارد. ناراضگی از جنگ روسیه در اوکراین زیاد است و مسکو رفیقانش در جامعه بین المللی و در همه جای را از دست می دهد. روسیه امیدوار است که تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل می شود. membership in the Eurasian Economic Union, for whatever that's worth, it hasn't seemed to have made a lot of difference to
این سفر یک جایه به اون وادار میکند که فکر کنیم که به هر حال لاوروف و وزیر کارهای داخلی روسیه میخواهند همون تأثیر بدی اون حادثه هایی که احمقی هایی که پلیس روس نسبت مهاجران تاجیک کرد همون کمی هم باشد ملایم کنند. тоҷикистон ба даъватҳои москав барои узвият дар иттиҳоди иқтисодии авроосиё ҳаргиз посухи рад надода ҳамеша гуфтааст ки суду зиёни ин узвиятро меомӯзад. бархе аз муҳоҷирон тарафдори ин узвиятанд, вале мақомоти олии тоҷикистон дар ин бора тасмим нагирифтааст ва ё тасмимаш манфист. агар тағйире пеш наояд, ин сафарҳо танҳо иҷрои нақшаи солонаи ҳамкориҳо хоҳад буд, на чархиши дар равобити ду кишвар. дар ҳоле ки лавров бар пояи пайкараи исмоили сомонӣ гулчанбар мегузошт, тибқи хабарҳо боздошту тафтиш ва ҷаримаву ихроҷи муҳоҷирони тоҷик идома дошт. ҳадсу гумонҳо дар бораи сафари кории Сергей Лавров ба Душанбе қабл аз омаданаш зиёд буд. яке мегуфт ҳадафи аслии ӯ тақвияти робитаҳо бо кишварҳои Осиёи марказӣ аст ки баъди ҷанги Русия дар Украина онҳоро дар ҳоли ногувор гузоштааст. дигари бар ин буд ки сафари Сергей Лавров ҳеҷ ҷои тааҷҷуб надорад, зеро Тоҷикистону Русия даҳсолаҳо боз шарики стратегӣ ҳастанд ва мушкилоти ҷиддие дар муносибати ду тараф ҷой надорад. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома аз ӯ пурсидам ки Сергей Лавров дар ин сафар ба кадом мавзӯъҳо тамаркуз кард. قبل از سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه سریع آن تاکید کرد که دو طرف در اکثر مسائل بین المللی نظر و موقع یکسان دارند و این هم در حال است که تاجیکستان چند دعوت روسیه را مثلا شروع کنیم از برسمیت شناختن نیم جزیره کریم پس آن ولایت‌های دونباس و لوهانسک ناشنیده گرفت. ثانیاً مسکو و دوشنبه در مورد حکومت طالبان در افغانستان نیز هم نظر نیستند. مسکو دوستی طالب هاست، دوشنبه نه. تاجیکستان از تجاوز روسیه به خاک اوکراین نیز پشتیبانی نکرده است، هرچند آن را محکوم هم نکرد، ولی سکوتش سکوتی معنیدار شمرده می شود. از همکارم طاهیر سفر همچنین پرسیدم که نظرها درباره این مشکل چی است؟ تحلیلگران چی میگویند؟ طاهیر؟ درانگیز نظرها این است که اگر هر مشکلی که در رابطه‌های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد مشکلی بسیار بزرگ نیست، چون تاجیکستان از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی سخت پایبند روسیه است و به تنهایی خودش از جمله از عهده رفع مشکلات و مدافع خود برنمی آید. خود موقع جغرافی و سیاست‌های ژئوپلیتیکی در عین زمان این پایبندی تاجیکستان را هم زیادتر می‌کند. بروس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی که در گزارش همکاران هم صحبت کرد، میگوید یکی از هدف‌های دیگری سفر لاوروف به دوشنبه این است تا نشان بدهد که روسیه با وجود تحریمات کشورهای غربی و انزوا تنها نمانده است. او به ما گفت روسیه شاید یگان مسئله با سیاست خارجی تاجیکستان دارد، مثلا به این اندیشه که تاجیکستان بیش از حد به غرب نزدیک می شود. بروس پنیر از جمله تمرین‌های نظامی تاجیکستان با آمریکا را نمونه آورد که چند پیش صورت گرفت. و دیگر اینکه به قول بروس پنیر روسیه از آن می‌ترسد که تاجیکستان به چین بسیار نزدیک می شود که یکی از سرمایه‌گذاران اساسیش هست و بنابراین روسیه به تاجیکستان از طریق لاوروف پیام می‌رساند و شاید سرگئی لاوروف در آنجاست که بپرسد چه مشکلات در مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه وجود دارد. به اندیشه مصاحبان ما واضح است که روسیه حالا به تاجیکستان به حیث یک شریک احتیاج دارد و می‌خواهد نشان بدهد که در چهاربینی‌های بزرگ در روسیه سران کشورهای خارجی شرکت می‌کنند و مسکو در انزوا نمانده است و تنها هم گذاشته نشده است. تشکر طاهیر سفر. نظر و تحلیل‌ها را درباره سفری سرگئی لاوروف به دوشنبه خلاصه می‌کرد. بحث یک خانواده با کلین سابق در فیض‌آباد که چند سال بازدید دارد تا به پلیس و دادگاه رفته هنوز هم حل خود را نیافته است. سبب بحث مثل اکثر دیگر جنجال‌های خانوادگی منزل زیست است. لطوکوب کودک خردسالی یکی از طرف‌ها این بحثی چند ساله را یک بار پیچیده‌تر کرده است. سرویناز روح الله و شهلای عبدالله تفصیلاتی بیشتر دارند.
این زن ادعا دارد که کلین سابق خانواده دختر 4 ساله‌اش را لطوکوب کرده است. سبب به گفته مادر این بوده است که آنها به دادگاه شکایت کرده خواهان بیرون کردن کلین سابق از حولیشان شدند. خود نمیز خونه همسیه را پکیجه گیریم خونه و همسیه را و خونه همسیه برومد خونه چی را که من معرکه در رفتم شبی درست گیرتم تو ساعتی 10 جبا خونه رئیسی محله رفتم خونه همسیه رفتم که گودک من بیدین به این حالت خمازت گفتم بودک من بطریقه گفتم بچهش خودش با بودک من بود چی میزن گفتم خودم در من گفتم در بداری بلیسه گفتم با بودک من نکرداری. نتیجه تشخیص طبی دادگاهی هم که نسخه از آن در دست رادیوی آزادی هست، آثار ضربالت در بدن این کودک را معاین کرده است. این زن میگوید پس از گرفتن نتیجه تشخیص و پلیس ناحیه شکایت برد، اما در اداره کارهای داخلی ناحیه فیض آباد گفتند هیچ شکایتی رسمی در این مورد وارد نشده است. اکسپرتیزا آورد محترمات گفت که گرده چپ شای گفتم برای دبالیسه خواه برای خوش کنیم گفتم ما پل ندارم من کجا جوسی جو شارده بردن ام هیوارم خیلی سینگلو نه گفت که نبوده خود زده باشی گفتم خودم نزدم گفتم من اکسپرتیزا ایزیده سپردم نشه گفت که ایت نیست اگو آیوده بیگانه اگو. زیبا بوبیه و کلین سابق خانواده که جانب دیگری بحث است گفت او کودک را نزده است و این حرفها در نسبتش را تهمت دانست. زنه که عقلش کم تا به جای سلامتی ساز نیست ایرا استفاده برده‌اند. پرابلم خانواده خانه های منزل استقامتی چی تهمت‌های دقیق کردن در پروکراتورا دادن در سود دادن در کیم کی جا نوشتن همه ریزاشون سنجیدن برآمدن زدن بینیمش نه بینیم که جلای میزنن گذشت. حسنیگул камолова мегӯяд чанд соли пеш баъд аз марги шавҳар бо латиф бобиев дубора оиладор шуд. ба гуфтаи ӯ зебо бобиева собиқ келини хонавода аст ки пас аз ҷудо шудан аз шавҳараш дар ҳавлии онҳо маскун шудааст. шавҳари ин зан низ аз муносибати бади келини собиқаш шикоят мекунад. вай гуфт соли гузашта зебо бобиева ҳамроҳ бо писараш ҳамсари ӯро латукӯб карда чанд узви баданашро шикастанд. این همین استقانی همیشه درو میره و چشم زرال میکنند بلیش یعنی ما بدونی خیل. حالا لطیف بوبیف شوهر این زن به دادگاه شکایت کرده است که کلین سابقش را از حولی بیرون کند چون پیوسته آنها را اذیت میکند. در دادگاه ناحیه گفتند شکایتی این خانواده را در مورد بیرون کردن کلین خانواده از حولی بررسی دارند. خیلی میکنند یه بار یا دلی همین اینو به تا کجا میگن که ارگانیست در ایون فیض آباد نیست. دلی همین را 7 دست گذاشت. ایش میتیاد یا چه میکنه نمیکنه میگه یا دیگرش میتیاد یا دیگرش میتیاد یا دیگرش میتیاد کی دو بداول شش آدم گذاشت دلش. آخران میگیرن جواشون های خیلی میکنن میای ایر گناهگار میکنن ایر نول میکنن. لاتوکوبی کودک خردسال بحث و جنجال چند ساله دو خانواده را در ناحیه فیض آباد پیچیده تر کرده است. مقامات در ناحیه میگویند از جنجال در این خانواده خبر دارند. در دادگاه فیض آباد نیز گفتند سال گذشته در پی یک جنجال که زیبا بوبیه و چند عضو بدن حسنیگول کمالووا را شکسته بود پرونده باز کرده او را برای اوباشی جریمه کرده بودند، ولی معلوم نیست قضیه لاتوکوبی کودک خردسال این دفعه با چه انجام می‌یابد. سروینوزی روح‌الله شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. بیننده عزیز تشکر برای همراهی. برنامه را با همین گزارش از فیض آباد به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های بیشتر را شما میتوانید هر لحظه در سامانه و صفحه های دیگری رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیکی و تیک تاک پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های آینده خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.